حضرت کلیم الهی موسی سلام الله علیه که از اول ذی‌قعده مهمان الهی شد در طور و بعد 10 شب هم اضافه شد 40 شب شد. اونا که اهل سیر و سلوکن 40 گیریان از همین 40 کلیمی خیلی استفاده میکنن، گرچه 40 برای همه مدت سال است، اما از اول ذی‌قعده تا پایان 10 ذی‌حجه این 40 شبانه روز فرصت مناسبی است که من اخلص لله 40 صباحا اصبح لله 40 صباحا با تعبیرات گوناگون و تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه. بسیاری از علما شاگرد همین 40 بودند. همه درس‌ها که تو کتاب‌ها نبود. اگر همه درس‌ها تو کتاب‌ها بود باید محدود میشد. اینکه این همه علمای بزرگ مطالب تازه آوردن، جدید آوردن، چه در اصول دین، چه در فروع دین، چه در اخلاقیات، چه در حقوق. بخش وسیع از اینها شاگرد همین 40 بودن که از اول ذی‌قعده شروع میشد تا پایان ذی‌قعده میشه 1 ماه. اون 10 ذی‌حجه که زمیمش میشد 40 روز که وعدنا موسی 30 لیلة و اتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله. مستحضر که خدای سبحان اون جایزه خاص را فقط به مردان الهی میده. مردان الهی کسانی هستند که محبوبی و مطلوبی غیر از خدا ندارند. نگاه کنید این حدیث شریف درباره من اخلص لله 40 صباحا تا کجا اخلاص را برد. یه وقت از چه کسی آدم خوبی است، میخواد به علوم برسد، به معارف برسد، قرآن را بفهمد، ولایت بفهمد، این مخلص نیست، برای اینکه به دنبال عالم شدنه. اگر کسی غرضش این باشد که ولایت را بفهمد، نبوت بفهمد، قرآن را بفهمد، 40 شبانه روزم با اخلاص گفتم به او چیزی نمیدن، برای اینکه به دنبال عالم شدن خودشه. کسی 40 شبان روز هیچ نخواهد الا لقاء الله، وگرنه اون دنبال قصد اینه که عالم بشه دیگه. این اخلاص نشد که. اینقدر کار دقیق است، اینقدر صراط باریک است، این صراط باریک است، رقیق است، دقیق است که به هیچ وجه قابل حساب نیست. خیلی از ما خیال بکنیم برای اینکه بهشت بریم میتوانیم 40 داشته باشیم، از جهنم نجات پیدا کنیم. نه، من اخلص لله 40 صباحا بده هیچی نمیخواد جز لقاء الهی. من از خدا جز خدا چیزی نخواهم.